بعد که من با مسئول فنی مربوطه صحبت کردم، یک جمله رو گفتم مهندس بیاریمش همه موارد نشد رو روی کاغذ با هم و بررسی بکنیم دونه به دونه شو، ببینیم چطور میشه که اینو حل بکنیم. در مقابل نشنیدن ها مقاومت نکنید که به خطا بره یا حتی منجر به بحث بشه. با یک آرامش بشنوین. اینو دارم بهتون میگم به عنوان یک تجربه، یک مثال. ما همه موارد رو آوردیم روی کاغذ، بررسی کردیم، بعد یه مورد حل شد، برای مورد دوم مجدداً با یک شخص دیگه بررسی کردیم، مسیر خواستیم، مشاوره گرفتم و کاری که تا دیروز قبل از ساعت 1 انجام نشدنی به نظر می آمد، با یک تیم ورک و شفاف کردن اون هدف و خواسته متوجه شدیم که شدنیه. حالا برای رسیدن به هدفمون باید تلاش بکنیم و بخوایم که انجام بشه. ولی تا قبل از اون خب نشد بود. چرا؟ چون تو ذهنمون بود. چون که